هستین، ولی از اینکه خیلیاتونم با قوی و دختر قوی منو خطاب میکنین خیلی ممنونم، ولی واقعا دیگه نمیتونم قوی باشم. حس میکنم که خیلی بیشتر از سنم تا اینجا تحمل کردم و فقط ازتون یه خواهشی دارم، لطفاً به خاطر مامانم هیچ وقت هیچ چیزی از من نذارید. هیچ وقت اصلا اگر که من نبودم، دوستام، عزیزام، کسی که من دوست دارم، فقیه جام، اصلا منو یاد نکنین اصلا.